got it, right? شاکی همه جانم نخیر
میبرم ها؟ بازی برم خبر گیرم روم یگان چی براید بریدگیم درسته رفته کنی ببینیم ما چی بریدیم ها واو واقعا هم باید بیاییم یک فیلم بهد عالی‌جانب در برای میدان استقلال بگیریم اینقدر زحمت کشیدند اینقدر آباد کردند در همین وطن خبر نداریم همینه در کجا وای گیرم که پولوشه پولی پول بوده است روزی رفته کنی بینیم که ما چند پول بریدیم باز هیچ نبریدم با کمی برم ها نه هم خیلی داد گفت برم اونجا خیلی وای وای مالش خوب خیلی نه خودم قبلندش کنی آخی کریستیانو رونالدو هم خانه میپرد نگاه کنید توپ دیدین طرز درست زدنش اونو کلام داره فهمیدین برا با پیش بفکرم باید این چیز رو بلندتر گوییم تا که صدای شما را ما شنیده باشیم. دوستان عزیز یک صدای بلند برای بچه‌ها که بازی می‌روند و البته که ما با آنها هستیم و برای موتیواسیای بچه‌ها یک صدای بلند کردن لازم است. دوشنبه سوپر سپاس می‌گویم میگم و ما مشاهده کافکوبی خود را دریغ نداشته باشیم.
یک باری دیگر دوستانی عزیز از اینا بالاتر مندی ما و وقتی ما سری عزیزی تو بلند باد سعادتی تو دولتی تو بگذن باد زیدوری زمانه ها رسیده و زیر پرچمی تو صف کشیده زنده باشه وطن تاجیکستانی آزادی من برای نام ما تو از امیدی رفتگانی ما نشانه‌ای تو بحری واریسان جهانی جاودانه‌ای خزان نمیرسد به نوبهاری تو که مزرعی وفا بود کناری تو زنده باشه وطن تاجیکستانی آزادی من تو مادری یگانه‌ای بقای تو بود بقای خاندان ما مرامی تو بود مرامی جسم و جان ما زی تو سعادتی ابد نصیب ماست تو هستی و همه جهان حبیب ماست زنده باشه وطن تاجیکستانی آزادی من ممکن است صحبت با این باشیم صحبت پر انرژی رو برای موضوع نخواهد Koşu yeseyeceğim. یگان چیز به پول هست این پارک ده؟ نه؟ خیلی اون نوشوکه نمیدونم شیرای نمیدونم الان سوکای میدادن ما برای مثال به پول بود می؟ ای برآمدن پول میتین؟ خیلی برای ما شاید به پول باشد امروز چون روزی آفتابی است روزی جهانی فوتبال است خب با تشبوس محترم رئیس شهر عزیزمون دوشنبه رستم امامعلی اینا فوتبال هم جهانی گردید خب از همین خاطر بعضا امتیازها شاید برای یک چند روز یک چند مدت به مردم داده شدند که مثلا توانند از باغ‌های ملی که شمارهشون به 17 تا تنها در شهر دوشنبه میرسد دیدن نمایند هوای تازه بگیرن نفس بکشن بالاخره کار با استراحت هم باید باشد یعنی ما به این اندیشه است با باغی ایران وقتی که میبینید این همیشه اتوبوس در اینجا فعالیت می نماید همگی برای کودکان 5 سومون برای کلانسالان 10 سومون
пурра боғро мегардонад. Ин электромобил бошад, яъне аз ҳисоби қувваи барқ. хуб, бисёр хуб, беҳтарин. Меравем ва мебинем боғро. ҳамин мусиқитонро лекин паст кунед. боғи Ирам ном дорад. Ирам умуман дар забони форсӣ ба маънои ҷаннат аст. воқеан ҳам ҷаннат аст. Инро бибинед чӣ қадар зебост. ҳамин тавр нест? вау. ташнаам намешавед. ин қадар салқин аст. бовар кунед, роҳат мекунед. агар асабҳоятон хаста бошад, ҳатман ба ҳамин боғ биёед. воқеан ҳам диданист. боғи Ирам, шаҳри Душанбе, пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистони азиз. Тоҷикистони соҳиби истиқлол. خذوات از شما خودتون بینید. واقعا هم باید شکر کنیم. اگه شفیور هم خیلی نیست، ما باید شکر کنیم. حقانی زیباست، آزادی است، تازه است. روحیه مردم ببین هر روز جشن، عید، مراسم. что не день тот праздник گفته بعضی‌ها مذاق میکنن، یعنی تمسخر میکنن. مگر خوب نیست که هر روز عید باشد، هر روز خورسندی باشد، هر روز تبسم باشد. من فکر میکنم بسیار خوب است. بهترین. ما در کشور قطر قرار داشتیم و از همین گونه باغ‌ها دیدن کردیم. کلاً اکثریت باغ‌هایشون صنعی هستند، یعنی همون گل‌هایشون، درخت‌هایشون قریب که بو ندارند. با این باغ ایرم عموما با کل باغ‌های شهر دوشنبه و جمهوری تاجیکستان وقتی که وارد می‌گردید به مشامتون اینقدر بوی‌های زیبا، بوی گل‌های زیبا، درختان رنگارنگ، کبود و سبز و زرد و همه نموده که در همین دنیا خداوند آفریده است در اینجا هستند و از همه مهم اینها طبیعی هستند. خیلی و خیلی هم زیبا هستند. هی دوستم، احسن بر تو، آفرین بر تو که این هوای تازه را خود میکشی. مهمانان از فدراسیون روسیه آمدن تا ببینن که تا چی اندازه آوازه همین باغ که در سراسر اتحاد شوروی مشهور است به حقیقت راستگوست و از آن که قریب که به هوش نیستن، به خود نیستن، معلوم که خب اخلاص کردن. در اینجا میبینید اسباب‌های ورزشی هم وجود دارند، یعنی در پگاه، بگاه و دوام روز هر وقتی که شما به اینجا تشریف وارد میتوانید تمرین بکنید. لااقل وزن خودتون رو بردارید، یعنی منظورم اینه که وزن خودمون رو برداریم. چرا فقط شما ها؟ ما هم که از این عالم ماخیر. خب طوری استاد لایق گفتن. واقعا هم زیباست، واقعا هم زیباست و از همه مهم تازه است. تازه است. طبیعت زنده اینجا وجود دارد. میبینم که با عائله هاشون آمدن اینجا استراحت میکنند. خیلی خوب است. امروز با سبب که اساسا در میدان استقلال که ما قبلا اونجا بودیم، مردم در اونجا گرد آمدند تا که توانند روز بین المللی فوتبال را یعنی با هم قید بگیرند. از همین خاطر چقدر زیباست.
خوب 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 همش رو دیدیم. واقعا هم هوای تازه است. وقتی که در تابستان در ماه ایون 15 ایون تا ماه اوگوست چیله می شود، یعنی بسیار هوا گرم می شود، بسیار مردم در سحر در دوام روز و بیگاه به آن همین پارک می آیند و وقت خود را سپری می نمایند و این درست هم هست، یعنی باید اینجا بیایند چون عصب آرام برای همه ضرور است، لازم است، مخصوصا برای اونهایی که فعالیت ذهنی فعالیت میکنند، یعنی در اداره و کارخانه ها حتما باید به این گونه باغ ها، یعنی نه تنها باغ ایران بلکه به دیگر باغ های شهر دوشنبه و مناطق خود حتما تشریف برند، زیرا اینجا هوا نسبت به شهر بگیم یک چند مراتب تازه تر است. واو. واو. اونقدر ساکن است، شمالک است، سایه است که واقعا هم استراحت کردم. راست میگم. در پیش ما رو گل‌های بسیار هم زیبا، صدبرگ و خب بابونه و دیگر اینا انتظارانه میبینید گل‌ها اینجا هستند، واقعا هم زیبا هستند. واه واه واه. تشکر 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 به اندازه تشکر. از راننده کابریولت پرسان شدم که چرا مردم کم است، یعنی باید که مثلا زیاد باشن. واقعا هم درست میگه. امروز در حقیقت هم از پگاه سحر، یعنی از صبح صادق سر کرده تا تقریبا نیم ساعت پیش باران بارید، بسیار یک بارانی نیسان بود، بسیار بارانی بگیم که سری وقتی بود، انتظاری بود. باران زد بروی لاله و این درخت ها، رخسار اینها را بشوش تازه کرد و مردم یعنی بگیم که قسمت نآمدن و قسمتی که اینجا تشریف آورده بودن به خانه های خود برگشتن که مثلا تر نشوند. خب از همین خاطر مردم کم است، ولی در عموم مردم اینجا خیلی بسیار تشریف میارند و وارد شوی هم همگی 2 سامان است. 2 سامان که قدر مبلغی نیست که بتوانیم پیش از همه زحمت انمی مردمی که در این باغ مهنت میکنند، زحمت میکشند، فعالیت میکنند، این را توانیم دیده باشیم. و دویم همه این زیبایی هایی که اینجا وجود دارند، ببینید واقعا هم زیبا هست. هر شعر و هر غزل و هر قصیده و روبایی و مخمسی که درباره این باغ بخوانیم و اونهایی که دستشان گل است و این دست گلین آنها، دست گلچین آنها این باغ را به گل مبدل کرده است، یعنی هر قدر بسیار بگیم کم است. واقعا هم زیباست. این گونه درختان نه در همه جا می رویند، نه در همه جا می توانید اینها را ببینید. اصلا اینجا درختان این هستند که دارای 100 و زیاده از 100 سال تاریخ دارند. خب اگر خطا نکنم خود همین باغ تأسیس 35 سال 1939 هست است. این دروازه ورود به باغ ایرم و یا قبلا باغ بوتانیکی میگفتن، یعنی هم باغ بوتانیکی باغ ایرم در شهر دوشنبه یک باغ هستند. خب ولی به باغ ایرم یعنی تبدیل دادن
نامی زیباتر را کسب کرد. الان بسیار نامی زیبا دارد و مشهور است در جمهوری تاجیکستان تحت نام باغ ایرام. و این دروازه ورود است. دروازه ورود را هم بینید که دیگر با همون نقش و نگار تاجیکی آراسته شده است و خیلی هم جالب است. واقعا هم باعث دیدن است، واقعا هم باعث توصیف کردن است. ببینید چقدر زیباست. زیباست. انا این شیر است. خب این طرف هم شیر است. درفش کاویان است. دیگر و دیگر است. اینها افسران هستند. شاید از کدام یک قسمی نوبتداری قشون‌های حربی جمهوری تاجیکستان. آیا شما در ارتش ملی خدمت کرده اید یا نه؟ اگر نکرده باشید حتما بروید و خدمت بکنید و اگر نه دیر خواهد شد و پشیمانی برای هر یک نفری که خدمت حربی نمیکند سود ندارد. خب مختصر درباره باغ ایرام. در این قسمت سر ما یک باغی داریم با نام باغی به نام احمد دانش، یکی از بزرگترین معارف پروران ملت تاجیک و سال 2018 افتتاح گردیده است. خب ببینید که چقدر زیباست. وقتی که حضرت لایق نوشتند دوشنبه شهر به همتاست زیرا گاهواره ماست، واقعا هم خطا نکردند. چنارستان زیبایش گفتند در اون اشاق دوشنبه که از جانب بسیاری از سراینده های معروف سراییده شده است. خب یعنی اینها را در نظر داشتن، همه اینمی زیبایی هایی را که اطراف ما برای توجه و یعنی که دقت ما روانه گردیده است، برای این سرودن، برای این گفتن. واقعا هم زیباست. همینطور نیست؟ این باغ احمد دانش. ببینید اینجا هم زیبا هست. با قول روسا میگن ухоженный очень парк, очень ухоженный, да? تازه علف‌هایش ببینید برابر. خیلی پس از این بارانگری ها من مطمئنم که باز تازه تر می شود، زیباتر می شود. خب سرود عاشقان معناش تماما دیگر است. اونایی که عاشق نیستند این سرودها را نخواهند درک کرد. واقعا هم باید شما عاشق بشوید تا بفهمید شام عاشقان صبح ندارد، صبح عاشقان شام ندارد. اینجوری بود یا خطا خواندم؟ راستیگاب نمیدونم. چارکنجه با کدام معنا باشد؟ در اینجا نام تقریبا همه شهر و نواحی جمهوری تاجیکستان آورده شده است. از اینجا از جمله نزدیکترین به ما میبینم راشقلعه ولایت بدخشان تاجیکستان، شهر نو قسمت غربی تاجیکستان. خب خراسان و شما عینی. ببینید عینی واقعا هم زیباست. یکی از زیباترین ناحیه های کشور عزیز ما جمهوری تاجیکستان است که بنده اونجا به دنیا آمدم. و این گل ها ببینید چقدر زیبا هستند. از همه مهمش طبیعی هستند. یعنی وقتی که شما اینجا تشریف میارید به مشامتان یک بوی بهت زیبا فواره میزند، یعنی حرکت میکند، خب نوازش میکند. اعصابتان خیلی آرام میشوند، خیلی و خیلی آرام میشوند. دلتان هم باشد تسکین مییابد و از همه غم و غصه هایی که خب روزگار یا که این روتینه به اصطلاح روسی یا انگلیسی به ما ارزانی میدارد از بین میروند. بنابر همین حتما بیایید با فرزندان خود بیایید، چی از داخل و چی از خارج، با این چنارستان های زیبای شهر دوشنبه و جمهوری تاجیکستان تشریف بیارید. واو واقعا هم زیباست.